عبدالغفور حاجی عبدالغفور خواهش کردن می‌شود که بنای بلندیان شود. ناحیه سنگار، ناحیه رشت، ناحیه تاجیک‌آباد، ناحیه میرزاپل، ناحیه نورآباد، ناحیه شهر راغون از همان چواندازانی که امروز در این چهاربینی اشتراک کرده ایستادند و همه به این چهاربینی ما تشریف آوردند قدم یک اینها را خیر مقدم می‌دهیم در این دیار زیبا منظر ناحیه نورآباد. سلامت باشید. بهار پیروز همی جانم و غیرت چواندازی خودآخر نشان می‌دهد. در این چوانداز جوان یک سبک و بیکاری کلان. ای الله. تلاش‌های تغییرآور و تلاش‌های سرآوری‌ها اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز Uzda ki boş oldu? Ha? Ne şu?
çıkıyor taşmış. Thomas bili. Bakın ben bazı hep Hatta Abdurrahman konuş kardana şavat ki bana balandığa konuş. Hatta Abdurrahman konuş kardana şavat ki bana balandığa konuş. حاجی پرویز دولتو که اسمش در آزمون‌های قوانین جمهوری جای‌های اول را اشغال کرده است و ساکن ساحه بنداوچی رجبوف این در ناحیه وسط جمهوری با لقب گل بارام است. ما جوانان وطن سازنده ایم، دوستدار دولت پاینده ایم، شکر آبادی کشور میکنیم. مصدر حکم‌الدین بود است. شکر خاک تاج بر سر میکنیم. با هزاران اخلاص غمگین گوش بر گفتار راهبر میکنیم. ما جوانان امروز شکرانه از تنظیم آزادی از سیاست امروزه پیشوای معظم ملت محترم در پاهای صلح و ثبات و زندگی آسایشته عمر بسر برده ایستاده ایم. آدینه چوانداز عطاخوزه چواندازی جوان دل جوان باغیرت است و در تمام چهاربینی‌های ناحیه و بیرون از ناحیه را معرفی می‌کند. برای عطاخوزه چوانداز یک سالون کار طلا تحفه کرده می‌شود. اولاد بودم واقعا ای موبایل عبد القهار تاریلداره کان تبزن عبد القهار صوت تازه زدنک پایگاه میشه واسه میام دوران دک جایی ما در سری بزنیم ماین در شید بخدا بخدا در شید پیش نره بسه پیش نده پیش نده نه بچه
بزنه وای میرفتم که مختلف هم پیش از او وای همون مانگیشه جیره قطع غفور ماخذا جیران ما قفتی غفور رو شما جیره نه اسم چیه بچه اسم بزن اکا استابگی مرد ما خاطر زنه این خفور ما این خفور ای از دیم اومده پیگاه Bunun da asp ki asna vardı ya. از جانب رئیس تدارکات این بوز اعلام بود که کدامی که اگر بوز را حلال پرتاید و به مرکز پایان میدان ببرد و حلال پرتاید یک گوسفند کار کلان تحفه میگردد. باز چوانده در نزد ما قرار دارد یک چند دقیقه بعد این تحفه چوانداز شاید که این گوسفند کار کلان تحفه گردد و این مجاوی چوانداز با اسب اشان عبدالرحمن از دهه کبوجر بوز را حلال پرتاید. تشکر میکنم برای این خیلی شخصیت هایی که چیمون از پاییز با و یعنی که چلاق دارن حالا این رو تا پایین نایش نگه این نه کلا پوی من تا راست بیای تا راست این بچگی بوز در مرکز میدان قرار دارد و از چواندازان خواهش کرده می شود که خرشید چواندازا میدان بیاند. همین دیگر بغیر از همین مرکز میدان این دشت وسیع است، خیلی وسیع است. قوت و قدرت را در همین دشت یعنی که صرف نمو توکیان بوزه که کل آری به مرکز میدان حلال باشد. خب
این لحظه بوزی که حلال گردیده بود از جانب مجاور با اسب ایشان عبدالرحمن تحفه از جانب تدارکات به این چوانداز تحفه گردید. بزر خوشه چوانداز در قهار بزر قهار قهار چوانداز حلال کرد خانتب زن برخورد چوانداز از جانب داور شاید که حسابیده نشده باشد. ارزده بنا کردم عبدالقهار با اسب اکای اسماعیل از جماعت سفید چشمه اکای اسماعیل از جماعت سفید چشمه یعنی سفید چشمه آزمون دارشتگی های یعنی که بوز را حلال پرده از جانب سرداور این تحفه اکای عبدالقهار یعنی که تحفه گردد باید که این مهمان از خیلی از ناحیه دور آمده از ناحیه سنگدار قبیل داره است بله آقای عبدالرحمن برای بلندگویت حضور شوید. بسیار حلال از ناحیه سنگدار آقای عبدالرحمن چطور دستی آقای میشنه آقای بلکه خب داخل گیره باشو همان شنوندگان از دیگر شهر ناحیه که در اینجا حضور دارند اعلان نوبتی این روز نوروز خرید به این بابتی حلال داشت. تشکر میکنیم برای چوانداز اعلان چوانداز از جهت خندکی
چوانداز از شما خواهش کردم می شود که بوز رو در داخل آدمان ندارید کسی خلال نرسونید چهار فیصد بگرده خواهش کردم نجات مردم وقتی است Asla hamle. Vamos, Elon, já está já buscando cachorro. Vamos pegar bem Hadi elini şampiyon. Vay mı lönçünden ka. Ahmet çavandozun Bir daha gol yapıyor. خواهش کردم می شود که موسیقی پیشنهادی تدارکات بوز و برای Kızıl Malades Davi. با مرکز میدان میارد شاهدی خیستانی چاری کلام میگردد از همه چواندازان خواهش کردم می شود که ببینید بوز در اصلی اگر خطا نکنم حاجی عبدالعزیز از دهات سوزی است و چواندازش خطا نکنم سعدی چوانداز است از دهه تگردش و باز خواهش کردم می شود از چواندازان که همین چواندازی که خود رو از مرکز میدان گرفته و بیرق میبرد از بیرق میآورد در مرکز میدان میپرسد یک صحیح دوستان کلان میگردد Kahor çovandoz. عبیدالله چوانداز Abdülkahor aytarlara. در این چرادی میگذارند اسم میرزاوالی ابتش قدرتی خود را سرد نماید اسم میرزاوالی بتوای سورشون کلمتون بتش یا میرزاوالی هم سعدی ابتش سورشون بوز را با بیرق برده پرتویند و اون چواندازی بوز را میآورد بر داخل میدان میپرتوید صاحب یک گوسفند طوری کلان میگردد Bayrak çek. Hadi bakalım. یک جوانی که امروز خیلی خوب سازمانی نمود و دیسکشن جوانان ناحیه آباد خیلی در سطح بلند در همه چهار دنیا قدرت خود را نشان میدهند و امروز دیسکشن از جانب جوان رهای لنگر حیات رجاوی که خیلی در این Buralarda. الان صورت تو چوانداز اگر بیزه برق پرتویت یعنی که توفایی خیلی خوب خیلی توفایی خیلی خوب میگردد یه برق دفعه که پرتویت بود با پای چوانداز توفا شدیم توفا چوانداز کنه چوانداز با اصلی حاجی کمیدین از جهای لندر بوز رو با برق مونده پرتویت خواهش کردن اشاره که بلندی بلندی را بازی کردن
خورشید های که خورشید های تایلداره های بچه çalçı sana yazmış yani. از همه چواندازان خواهش کرده می شود که 1 دقیقه یعنی که بزکشی را قد نمایند چون که اینجا اعلان ها حلال دار حلال صار دير شوفور ساتور 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 دوستان تا قدرتش بزن و سنده ایران گولا که اون که اون قومیت نیستش که خوره
او يا ابو جوي يا ابو مايني هو ابو مايني خرشد های خرشد آیا خرشد خرشد های که شلغتش که وانا بزگر شده حلال خان حفظان yok to'g'ri adam drone chiqıyor biz مومین چوانداز حلال کرد ملادس خرشد خالی الله اکبر اولگان یعنی ها